بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت بخیر. شما بیننده برنامه رمضانی با من طارق مباحث خواکی از مرکز دعوتی پیمان پرودکشن هستیم. استاد محترم عبدالسلام عابد و با من در این برنامه حضور دارند. استاد خیلی خوش آمدید. تشکر. ابن عباس رضی الله تعالی عنه می‌فرماید فکر کردن به نیکی وادار به عملی شدن آن می‌سازد و پشیمانی از بدی وادار به ترک آن می‌سازد. استاد محترم می‌پردازیم به سوال امروز ما. نماز عید را مختصرا معلومات را کنید در مورد نماز عید. این ایام طور در ما روحانیت را تقویت می‌کند که بتانیم خوب زندگی با خود ما، با فامیل ما، با مجتمع ما داشته باشیم و با خدای خود داشته باشیم، که نتیجه از این 30 روز در حقیقت آراسته شدن و صفات نیکوست، صفاتی که در اوجا دو اصل دینی در حقیقت تبلور پیدا میکنند. زیرا میگن که دین و دو بخش رئیسی تقسیم میشه، یک بخشش صبر است و یک بخشش شکر است. در ماه مبارک رمضان ما یقینا با دوری از خوردن و نوشیدن و شهوات صبر خود را به نمایش میگذاریم و هر روز که ما به سفره میشینیم و تناول میکنیم طعام را، شکر خدا را ادا میکنیم و حلال بودن نعمت هایی که به ما افزانی فرموده است. بعد از 30 روز از این در مجموع تکافل اجتماعی را در حقیقت به نمایش میگذاریم که مسلمان ها با واسطه از این کتابش چنین یک دسترخوان امن و امان و آراسته و لبخند را که به لبان هر انسان باید بوده باشه او را به نمایش میگذارد. و این در وقت ممکن خواهد بود که ما همه به آمدن بکنیم و تعمیل احکام شریعت الهی در زندگی ما. هرچه عید سعید اضحی است، این در حقیقت باز هم یک نگرش تاریخی را به ما میدهد از چگونگی ساختن یک انسان و مجتمع انسانی که در زندگی با دعوتی حضرت ابراهیم علیه السلام شروع می شود که ابراهیم علیه السلام برای ساختن جامعه انسانی تمام تلاش خود را کرد و دعوت را از فرد شروع کرد، باز به خانواده شروع کرد، باز به مجتمعش، باز به نظام. این دعوت و این نظام آراسته نمی شد مگری که باید همیشه مبارزه میکرد و تلاش میکرد و برای کامیاب شدن از این دعوتش قربانی داد، از جانش قربانی داد، از فرزندش قربانی داد، از مالش قربانی داد، از وطنش. در نتیجه این قربانی ها میبینیم که خداوند متعال مرکز امن و مرکز توحید و مرکز انسانسازی را نصیبش میکند. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارک. خداوند متعال توسط از او مبارک بنیادش گذاشت. و سیر تاریخی حضرت رسول ما صلی الله علیه و سلم را وقتی که مطالعه میکنیم نقش قدم حضرت ابراهیم خلیل را میگیرد و به ما داده میشود که ما نمیتونیم یک مجتمع سالم و صالح و متعاون را داشته باشیم مگر ای که اول قربانی باید بدیم. و در حقیقت عید سعید قربان به ما امیر میدهد که انسان هرگاه قربانی بدهد به خاطر اهداف بلندش خداوند متعال عزت دارین را برش نصیب میکنه و کامیاب میشود. بنابراین این روز خوشی های ما را آغاز میکنیم و تکبیرات تشریق، یعنی عظمت الله را بیان میکنیم. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. هرگاهی تکبیرات تشریق را زمزمه زبان خود میسازیم به این باور میکنیم که بزرگی و یکتایی تنها به الله میسازد و او باید نظام بسازد و او باید عبادت کرده شود و وفق برنامه او باید زندگی صورت بگیرد. بعد میبینیم که این اجتماع که در حقیقت رنگ و قوم و زبان همه را مشکناند و انسانها را در یک صف واحد استاده میکند و به تکبیر باز هم شروع میشود و تکبیرات را نسبت به هر نماز دیگری در اینجا ما زیاد میخوانیم. در حقیقت یک صف واحد بشریت را به ما نشان میدهد که انسانها چنین باید زندگی بکنه که ارتباط خوب با خودشان داشته باشه
ارتباط خوب با اقوام و مردم خود داشته باشند و ارتباط خوب با خدای خود داشته باشند. تشکر استاد. جهان سپاس از استاد محترم. امیدوار هستم که برادر عزیز ما که سوال نبودن جواب خود را عرض کرده باشند.